خیلی بدبختی اگه اومده این ویدیو رو نگاه کنی. یعنی که به چخ رفتی، به این ایده برخوردی، این بدبختا میدونی چی شده؟ زندگی به کجا رسیده که به اینا برخوردی. ولی واضحه یه آنتی ویروس اومده پاک کرده چیز میزاد تو. خب این قشنگ واضحه، من دیگه میتونی بخونی دیگه. خب این داره میتونی بخونی، میتونی بخونی آنتی ویروس اومده پاک کرده. خب چیکار بکنی؟ راه سرعت که آنتی ویروس رو خاموش نکنی که این احمقا به اینجا. خب اینجا که رفتی داخل منیج سیتینگ، میای اینجا و داخل اکسکلوژنز میای و چیز میکنی دیگه، فولدر رو میزنی و فولدر هارسافایرون رو بهش میدی. حالا مثلا هارسافایرون من اینجاست، من هارسافایرون بهش میدم و این دیگه هارسافایرون من کاری نداره و این سلکت شد و کلا هارسافایرون من دیگه پاکش نمیکنه. اگه باز اومد پاک کرده که من اذیت کرد که خب می همین گزینه رو اینجا غیر فعال میکنیم و تمامش میره. یا شاید هم واقعا چیز نداریم، ویژوال پلس نداریم و بعضی اوقات حالا یه سری مشکلات هم هست. درست برخوره یادم نیست، فکر کنم ویور باید نصب میکرد. به خودتون پیدا کنین دیگه برنامه‌اش. یه چنین مشکلی برخوردین دقیق بهم بگی، من بهتون میگم اینجاش. خب معمولا بدبختیم دیگه، داریم نمیخریم بازی که ما احمقیم، دزدیم. خب اون دزدی که نمیتونم بگم چیه قضیهش، بازی رو دزدی میکنی و نمیخری، این رو برمیخوری دیگه. آنتی ویروس فکر میکنه. و بله این که خیلی از منصور ادور ریموف پروگرامز داخل سیتینگ هست دیگه، کاملا واضحه. حالا لانچر هارسافایرون این به چه اسمیه؟ خب پارادایم این همه پارادایم لانچر مثلا میخوام چیکار؟ خب میخوام چیکار اینا رو پاک میکنم داخل خود بازی که این لانچرش رو گذاشته. این اینستالر باید براش گذاشته باشه. خب لانچر اینستالر ویندوز اینو من میزنم و از اول اینستال میشه. این معمولا ارور رو رفع میکنه، یعنی کار خاصی نیازی انجام بده، معمولا این ارور رو رفع میکنه. اگه باز رفع نشد میتونید مثلا این کارو کنید، مثلا اینکه داکیومنت و اینجور چیزا رو یه لحظه داکیومنت رو کات کنید تو دسکتاپتون. خب این داکیومنت رو دوباره بسازه، بعد از پوش مودش بگیریم مثلا بنازه. حالا اون کارا نیاز و حل میشه معمولا با از اول نصب کردن حل میشه. ریدم به میکروفون. این هم که خب همینه، این هم سیمه، این هم همین اروره، ولی این دیگه نشونه این نیست که سیستم تو ویروس شده. اگه هارسافایرون رو بدون لانچر باز کنیم بشه این رو احتمالاً برمیخورین که باید برید ویژوال پلس پلس یا نت فریم ورک رو نصب بکنید که خب هست تو سافت نودش هست دیگه. چه آموزش بدم؟ سرچ میکنید دانلود مایکروسافت ویژوال سی پلاس پلاس و سافت نودش هست و میگه دانلود میکنید. میتونی حالا به حسب سلیقت از 2013 همه رو دانلود کنید تا 2019 یا یه دونه هست اصلا از 2005 2013 از یه موقعی داره تا 2026 هست همین الان. دیگه چه لذته. خب اروری که شما بهش بر نخوردیم، من تا الان بهش بر نخوردم. خب که میگه خب من نمیتونم مپ رو لود بکنم به خاطر اینه که خب مثلا داخل اینجا داخل بخش مود شما خب مثلا این یه مپ داره خب و یه جی اف ایکس هم باید داشته باشه. خب این دوتا خب مشکلشه که این دوتا انگار کراپ هم کلا یه مشکل موده انگار. خب یه شما نکنم تو که هم متوجه شدم این که میگه کلا خودشون داره میگه آقا درست میگه مود خاموش کن اگه مشکل خورده مثلا داخل استیم. اگه بازی اورجیناله مثلا چیز نیستش، اگه بازی اورجیناله که میزنی و کاری که میگه انجام میدی. اگه نشد میگه یوزر دایرکتوری داخل این چین کششه دیگه. فکر کنم اگه اشتباه نکنم حالا و چک کنیم این رو بهتون دوباره دانش بکنم میگم یا نمیشه که اینجا و گیم کش رو نکن کلیر یوزر دایرکتوری اینو بزنی میگه حالا فیکس میکنه. آقا فیکس نشد دیگه مودتون مشکل داره دیگه، بزنید تو سر خودتون. اگه بدون مود لانچ میکنیم من این رو میگیریم معمولا بیای هولتر خود از اینجا لانچ بکنه خب لانچ میشه مشکل نیست. اگه مود نداری مطمئن مود نداری اگه بازم نشد کلا و استیم نداری و بازیت کرکه یعنی بدبخت شدی و اون چیزایی کراپ دادی یا دوباره دانلود کن پول اینترنت بدی بدبخت دیگه یعنی و بازی رو نمیخری. اکتساب این رو بدبختم حالا اصلا چیزی نمیگه ولی خب جوری که من از تو ردیت خوندم انگار که بچه‌ها بیان اینجا و این دوتا رو پاک کن. خب میتونی کجا دیگه داکیومنت اینجا داکیومنتس میبینی داکیومنت پروداکت اینتراکتیو پارتس اف آیرون و این دوتا رو پوش لانچ پاک کن. بعد یه ویندوز رو میزنی حالا این لعنتی رو پیست میکنی و اینجا میگردی و تا انگار پروداکت رو پیدا بکنی. ببینم بله میگه این پوشه پروداکت هم بگی پاک کن دیگه کلا لانچر پاک شه و برو دوزر رو با ران از ادمینستریتور باز کن فیکس میشه دیگه انگار.
خب همه اینایی هم که میبینید که حالا این ارور میگیره همهشون با پاک کردن کش ممکنه درست شن. خب حواستون باشه که یعنی به هر اروری برخوردین اول از همه این خر اصلا انگار من بیمار این میمونم. خب اصلا من میمونم، تنها چیزی که بهم یاد دادن اینه که من کش بکنم میشه کش بکنم. کلا همینه، این زندگی همینه. یه ارور دیگه ما بذاریم بدبختی اینجا داره، اینم داره میگه که من همش چیز میخورم. این رو من همیشه برای این احمقا خیلی دیگه میره تو بازی ایرانی بدبختی به این ایران برخوردی بازم باید بری کشف بکنی. خب اینم کلا همین، حالا بهش میرسیم، حالا به این آج منصور هم رسیدیم. آها اوکی. ببین اگه مود مختلف استفاده میکنی اینجا باید چیز کنی، خاموش کنی. یه DNS استفاده میکنی بعد خاموش کنی. اگر اینجا این احمقا مثلا رادمی وی پی ان چیز مثلا میبینی، خب این واقعا وی پی ان نیست. خب برای لن و اینجور چیزا بوده، بازی لن مثلا میخوایم با هم بازی کنیم اینا من میذارم اینجا که برای یکی اصلیه. خب اینا رو دیزیبل کنی، آقا هیچ اتفاقی نمیافته. دیزیبل کن اگه چیزی داره. اگه دی ان اس داری بیا اینجا کلا دی ان اس رو خاموش کن، یه دیگه دی ان اس بذار که آقا چه میدونم مطمئنی روش اجرا میشه. خب یا دی ان اس ربط داره که هی این ارور احمقو میبینی. این ارور احمقو که میبینی یا به خاطر اینه که دی ان اس و نتت مشکل داره یا به خاطر اینه که احمق دیگه. حالا پستش هم اگه نگاه کنیم بچه‌ها گفتن، حالا من از خودم نمیگم میگه گفته یارو میگه فیکس شده. خب گفتم اگه کشش هم پاک بکنی در اصل یارو مشکلش واسه کش شده. خب ایرانی چون هستی ممکنه یارو بگیره برای همین چیز دیگه. خب میگه که روی کلوز کن ببند کشو پاک کن بعد دوباره برو خاله فلان. اینم درسته دیگه، در اصل همین بوده در همین بوده. ولی خب چون ایرانی هستی میگم ممکن نتت مشکل داشته باشه برای همین چیزا و مودم باید خاموش کنی. اگه یه مودی داری که طرف نداره و گیم گول خورده، خب مثلا حالا چه میدونم مود چیت داری، خب دارن حالا بعضی با مود چیت میزنن، خب هست وجود داره که میتونی با مود بخو. حالا اونو یهود زارن ساخت خدا با پولی شاید خب اگه شما دارینش به هر نحوی یه مود چیت گرفتین که طرف متوجه میشه این سینک میخوره و میرینی. و اگرم با ویمود هم چیت بزنی بازم سینک میخوری. پس لطفا چیت نزن. اولا یک اگه داری چیت میزنی لطفا چیت نزن و اعصاب دیگران رو خورد نکن. دو اینکه مود آج منصور نریز، مودی که طرف نداره رو نریز خراب میشه. خب سه اینکه دی ان اس نزن، انقدر آقا دی ان اس نزن، وی پی ان نزن، این چیزا رو نزن که آی پی تغییر رو داستان کنه از این حرفا. و اینکه اگر چیزی هست مشکل هنوز موند که خب باید اینجا کش بکنه دیگه، که واسه همین یاری هم کش بوده ولی واسه ایرانی ها ظاهرا این چیز دیگه است، یه رو چیت میزنه که این سینکو میخوره. روریه که دیگه برخوردی دیگه واقعا خودش میگه بعد چی کار بکنه. خب داره میگه هر کوفتی که اینجا کجاست اومدم من میگه هر کوفتی که بهش برخوردی اینجا و رو نظرت مینیستری تو رو داشت رو بردار. خیلی راحته. میگه داخل کامپابیلیتی هر کوفتی که هست کامپاتیبیلیتی و ران دیس پروگرام از ادمینستریتور رو برمیداره روی دوزر. برای ویفر هم همینه، میگه اینجا و برمیداری اینو. برای استیم هم همینه، برای استیم احمق هم که باید بری اینجا و فایل لوکیشن و اینجا برداری. اگه چیز رو از ادمینستریتور برداری نباید باشه این. حالا من چرا به این ارور برمیخورم؟ من احمقم دیگه. خب که من این ارور احمقو دارم چیز میکنم میگیرم اینه که خب هزار دلیل گفتم مثلا ممکنه که کش باشه. خب من کشو پاک نکردم چون مولتی پلیگر نرفتم و تست نکردم ببینم اوکی نه. خب ایگنور کنی میتونی بری داخل بازی، مشکلی وجود نداره. احتمالاً میتونی مولتی پلیگر بری و هیچ مشکلی نیست. یه ارور احمقه اصلا خیلی هم مهم نیست و معمولا تو ورژن جدید هست، تو ورژن های قدیمی نیست. کرکش چون که حالا مال 1000 میلیارد سال پیشه احتمالاً حالا مشکل پیدا کرده دیگه نمیدونم. ولی با این حال من تازه یادمه با مود میلینیوم دار رفتیم آنلاین ولی چیزو نمیدونم وانیلا رو بدون مود نمیدونم که تونستیم بریم با نمیم. من خبر ندارم یعنی تست نکردم مثلا. راهش حساب داره وجود داره ولی خب نیاز نیست این ارور چیز شه. یعنی اگه ایگنور میزنی اگزیت اوت باشه مثلا ایگنور میزنی و مثلا داخل گیم میری و مولتی پلییر میتونی بازی کنی اصلا این ارور رو ول کن. یکم یه چیز رو مخی هست ولی ولش کن. ولی اگه نشد تو باید پوش اصلی بری بذار مثلا پیداش کنم بعد. خب
یه لانچر ستینگ وجود داره. خواهد سیم بزنم. یه لانچر ستینگ اینجا وجود داره که ما اینو میتونیم ادیتش بکنیم. این یه راهشه. خب میتونیم ادیتش بکنیم. دیس پلتفرم اینو میتونه یا PDX بذاره یا بیر. حالا هر دو رو چیزی که من سرچ کردم میتونه بزنین کار. از رو هوا نمیگم، من الان کپی دارم میکنم یه جا دیگه. خب مثلا نمیدونم چیه اصلا تستم نکردم ببینم این درسته یا نیست، هر کوفت ذره مورد دیگه. این PDX رو میزنیم یا بیر. خب یا PDX یا اینو می‌نویسین کن. خب حالا من PDX میزنم. خب کنترل اس میزنی سیو میشه. حواس کنترل اس بزنی چون این نوتپد جدیدش که احمقه و اینطوریه دیگه. مودش کلا مدلش اینطوریه که احمق شه. و اینکه خب آنتی ویروس هم ممکنه پاک کرده باشه چیزیو، مثلا استیمیت PI 64 و بازی بالا بیاد ولی آنلاین نتونی بازی کنی احتمالاً. خب اینو اصلا کار خاصی نداره دیگه. میاد داخل پوش بازی و اگر چیز آنلاین هستی، آنلاین فیکس هستی، خب میدونی قضیه چیه دیگه. حالا من نمیتونم داخل یوتیوب بگم به داد بزنم سرت بگم. یه کاری هم که باید انجام بدی اینه که ویندوز آر رو یاد دادم بزنی. خب گفتم ویندوز آر بزنی فلان از این حرفا. برید داخل اپدیت ها دوباره نشون میدم. خب ویندوز آر بزنی برید داخل نکن لوکال اپ دیتا. بذار من اینو بزرگش کنم که ببینی. خب اگه ببینی این لوکال اپ دیتا رو دیگه کاملا واضح باید باشه برات با این رزولوشن داری نگاه می‌کنی. خب این لوکال اپ دیتا بدبختو که داری میزنی داخل اینجا پارادوکس میری و کلا حالا پاک میکنی اینجا رو. خب این و بعد اینکه این پارادوکس رو کلا پاک کردی دیلیتش کردی دوباره دوزار رو باز کن و آره دوزار که باز بکنی فکر کنم بعد این اولین بار استثناء رو از ادمنستریتور بزنی بعد دوباره اگزیتش کنی اگه این رو دیدی و حالا من میام این کار انجام میدم خودم ببینم حالا تو فایده داره یا نه. اگه من این دوزار خودم رو اگزیت کنم ببندم و پارادوکس لانچرم دیلیت بکنم و اینکه دوباره اون چیزو بریزم که الان بعد چیزو استاپ کنم. خب این درس نباید آره یوتیوب چیزش شد. حالا استخراجش اشکال نداره کسی نمیفهمه. خب شما فرض کن که ریختین دیگه. الان شما فرض کن که ریختین چون که من نمیتونم چیز کنم نشون بدم و آره دیگه بچک میریم. برحال چیز میکنیم شما این کار که شما انجام دادی یه آجنس رو کردی اینا دیگه نباید به رو بر بخوری. بله بیا ایش فیکس شد کاملا و هیچ مشکلی وجود نداره الان و رو نمیگیره. شما چیزی به کشش هم پاک کنی بازم گفتم هر چیزی به کشف داره و هر چیزی هر کوفتی به کشف داره اسم بکنه. خب الان فیکس شد دیگه. یه مشکلی کجاست؟ آها داخل پوشی داکیومنت. خب داخل پوشی داکیومنت یه چیز کوفتی باید باشه دیگه DLC. خب DLC لودو. خب بچه‌ها میگن که آقا DLC لودو بگیرید پاک بکنید درست میشه. یعنی این دیگه انگار تنها فیکسشه که اوکی میکنه اینو انگار. و اینکه گفته که دفعه اول به جای اینکه از لانچر بازش بکنید بعد اینکه اینو چیز کردید از داخل خود توی4 بازش بکنید که البته من چون که خودم این مشکل بهش برنخوردم پیشنهاد میکنم دیلیت نکنید. یا یه دیلیتتون رو حالتی که میره تو سطح آشغال کامل پاک نمیشه خب این اوکیه. خب اگه باز میره تو سطح آشغال پاک میشه مثلا یه فضای واسه سطح آشغال کنار نذاشتین واسه ریسایکل بین کنار نذاشتین اینو کات بکنید داخل دسکتاپتون یا یه پوشه نیو فولدر بسازید مثلا اونجا کات بکنید راحت باشید. یا اصلا اینو بندازید مثلا چه میدونم یه پوشه کوفتی مثلا مثل کرنش جایی که اصلا استفاده نمیشه. خب میگیری میندازی یه جای این DLC رو و بازی رو از خود هویفری باز میکنی از دوزار بازیش نمیکنی از این باز میکنی. و اینکه اگه خب بازیتون آنلاین نمیتونید بازی بکنید انگار متوجه شدم که نمیتونید اگه بازی باز نمیشه و آنلاین نمیتونید بازی بکنید. اینا خب من خیلی نمیتونم بگم بهتون ولی خب مربوط به استیمه و باید یه چیزی به نام اسپیس بار رو داخلش داشته باشید و داخل استیمتون لاگین شده باشید. خب من ممکنه به خاطر گفتن این ویدیو چیز شه برای همین خیلی نشون نمیدم استیممو یه چیز دیگه یا آره دیگه چون این ویدیویی که الان آموزشی که من دارم براشون میذارم که ریسکی واسه که خب خیلی اورجینال ندارن دیگه پول نداشتن و متأسفانه مثل ما نتونستن اوکی کنن بازی رو. به این دردسر چیزن دیگه. فقط میتونید درش سرچ بکنید که چطوری بازی اسپیس رو رد بکنید چجوری از این قضیه خودتون متوجه شید که باید چی کار بکنید. اوکی یا دم شما گرم
اگه سوالی بود درباره هر چیزی بفرمایید که اه، اه، خیلی بی انرژی بودیم، خسته بودیم، به هر حال وضعیت کشور و وضعیت زندگیمون اینطوریه و شما به هر حال یه کامنتی بذارید حساب کنید حداقل انرژی زحمت بکشید. 20 دقیقه بولشیت گفتم عملا. خب این 20 دقیقه البته در میشه 15 دقیقه اینقدر که بولشیت گفتم 10 دقیقه شاید بشه حتی. باید ایش کن دیگه، باید این فیکس کنیم این مشکل رو. و اینکه اگه میخواید آموزش ساده تری میخواید از این و اصلا مثلا حتی بلد نیستید مود بریزید مثلا، خب میگم چه چیزی این بولشتی یا یه مشکلی با مود دارید، مثلا مود دانلود میکنید و بازی نمیشناستش، مثلا فقط جای اینکه یه تکست و یه فایل مود باشه مثلا خیلی ممکن بلد باشی مود بریزی بعد میبینی ای فایل مود من فقط یه دونه پوش است و اون تکست نیست. خب میتونم تو یاد بدم که اون تکست رو هم بسازید. خب یعنی بسته به مودتون، اگه مود آشنایی باشه میتونم بگردم پیدا کنم مثلا مستقیم اون کدش رو بهتون مثلا بگم چیکار کنید اینا. اگه که نه مثلا مود ناشناخته است اینا اونم فکر کنم یه کاری بشه کرد باهاش. حالا شما بگید هر سوالی که دارید، خب این سوالتون جمع شه و تو حوزه پخش و پلا نباشه مثلا. خب فعلا این ویدیو فقط آموزش چیزه، آموزش فیکس کردن ایرور و یه مشکلی که دارید در بعد مثلا میگید من میام یه ویدیو دیگه درست میکنم و در این حوزه میذارم. اگه آموزش میخواید مثلا خود بازی رو یاد بگیرید اینو من میخوام خودم پارت بعدی ضبط بکنم و بذارم و حالا شاید 1000 سال دیگه بشه. من چون که من بی‌حوصله‌ام ممکنه که مثلا به کامنتتون در اون حوزه دقت نکنم. اگه در حوزه فیکس باشه شما داخل دسکتاپ نشستم یه عکس بهتون نشون میدم و همون پیکچر رو فقط حرف میزنم. خب این 20 دقیقه زمان 20 دقیقه زمان بیشتر نمیبره. خب آموزش بدم بعد یک ساعت بشینم خودم که کاملا چی بگم بهتون مثلا. خب یه برنامه بچینم که مثلا به طرف توضیح بدم چون خود من پترن یادگیری نداشتم، همینجوری در واقع که همه رو همینجوری پخش و پلا یاد گرفتم. خب اون که افیشنت یاد بگیری تو مغزت فرو بره تو 20 دقیقه کار سخت‌تریه از اینکه بخوای یه دونه مشکلت مثلا چیزو فیکس کنی. این یه کپی پیست، اون کپی پیست نیست. آموزش بازی کپی پیست هر کی مثلا ایدئولوژی سیاسی هر جوری که یه چیزی رو درک می‌کنی مثلا اقتصاد تو یه جوری درک می‌کنی، یکی میگه من سوسیالیسم دوست دارم، یکی میگه کاپیتالیسم دوست دارم. متوجهی؟ برای همین آره دیگه فعلا خسته ایم درباره آموزش بازی سرما داد نزنید درباره آقا خسته نباشی حساب بزن که ما نمیریم.